انشالله یک چیز زور میکنیم بنابراین که میبینیم بسیار معقولتون میشود. یقین کردن شرط است که عبدالرزاق را منیجرهای عرب و سرپرست عربستانیش سری هر قدم نظارت میکند. من خودم توقع نمیتونم، من خودم توقع چیکار میکنم نمیتونم. از دست او گویا عربها گرفته باشند از بحث بارون و عبدالرزاق معلوم بود. اینستاگرام من راستی اینستاگرام من خودم نمیتونم، برای که من خودم توقع نمیتونم، من خودم توقع چیکار میکنم نمیتونم. در شرکت ما باز یک سکیتکای خود را اعلان میکنم، میتونه با ما روان کنیم ویدیو را، ما به شما سکیتکا میکنیم و اینچنین برای خنی که واسه پلین پرس تاتید مردونه گیره و قوت کردن مهلت هم خوبه گیره زیاد کردن برادرایی که در شهر خوبشون میمیزن مثال خشون قبیله نمیتونن برای همه هم هسته و اینچنین منطلین برای روماتیسم، بوم درد، شامپون استرس و شامپون برای پیشگیری از سفید شای موی سر هسته، ویاگرا هسته برای دولگیرش مهلت هم خوبه گیره زیاد کردن و اینچنین برادر جان برای خراب شای 4 ویتامین الهدایا نرک و دوغوی رو گم کردن، خدا بلند کردن آدمای کلانسال و خردسال هسته، پروتئین گینر ها میتونید همه توارا از شرکت ما دسترس کنید. من تا امروز همگی در فکر آن که سرپرستی عبدالرزاق کیست و چرا از خود در یگان جا درک نمیدهد، بسیاری در آن نظرند که امیده پرسایوا بلاگر و تجارتکار مشهور کشور عبدالرزاق را در خارج سرپرستی میکند. سلام علیکم. خطی ابای امیده شتگیم. Всем привет! انشالله یک چیز زور میکنیم بنابراین که میبینیم بسیار معقولتون میشود. با گفته چند بلاگران شناخته گویا سرپرستی عبدالرزاق نه امیده و نه دختر دیگر بلکه یک عربستانی میلیاردر است. ما پای این خبرها شده در حال از پای آوازه ها شدیم. به همگان عیان است که عبدالرزاق را بران روی صحنه آورد و دستگیری کرد و شناخته نمود. از دست او گویا عربها گرفته باشند از بحث بارون و عبدالرزاق معلوم بود. از میان چند مدت نگذشته معلوم گردید که عبدالرزاق با فوتبالیست مشهور دنیا کریستیانو رونالدو دست به دست است و هفته پس باز با هنرمند مشهور جهان سلمان خان در یک ردیف سرودخوانی می نماید. در خبرها معلوم گردیده بود که سلمان خان با عبدالرزاق فیلم آفریده ایستاده است و روزهای نزدیک آن در نمایش می براید. اوج هنری عبدالرزاق مثل گلخن فریزان شده ایستاده است. در تمام دنیا او را تاجیکی صاحب استعداد می شناسند و دوست می دارند. گشتیم که عبدالرزاق در میان هنرپیشه‌های مشهوری بالیوود ایستاده است. او را همچون بلاگری مشهور همگی اعتراف نمودند. عبدالرزاق خرسندیش حد و کنار ندارد، زیرا با مشهورترین چهره‌های دنیا الکای واخورده نام و شهرتش بلندتر گردیده است. یارکی شغنانی در رفتن و جانم روز شوی مهمانی من سر با قدم هاد مانم. یوفتا اون چیزی که تو میخواستی چرا افتی؟ 10 روز باز تو پریژیوت کرده ایستاده که دکومنت هم بود شده است تو چیکار کنم او ای رو بید در اینجا این برادری باورینو در یک مدت کوتاه کاری رو بود میکرده است در 3 روز تو میتونی اون دکومنت رو از گرانیستا گذاشته جابجا گردونی. نخود راستی 10 روز میشید که از خونه برآمده نمیتونستیم. نرخ چیپتو به نهایت گران. این برادر اون بخه به نهایت کاری شما رو آسان کرد. بله برادران با شما هم توصیه میدیم که شرکت بخه در شهر مسکو میتواند که هر یکی شما که حجتاتون تمام شدگی بیاید خودش برای 100% بگذرانه بچه ببواری. یقین کردن شرط است که عبدالرزاق را منیجرهای عرب و سرپرست عربستانیش سری هر قدم نظارت میکند، زیرا با دو سه عرب که او را همچون تلخ نگهبانی میکنند خلاصه کردن ضرور است که آنها امانت راهبرشان را تحت نظارت جدی قرار میدهند. عبدالرزاق شخصی فوق‌العاده به نظر میرسد، زیرا گاه با رقصهای جالب و سرودخوانی تماشابینان خویش را قایل میگرداند. ورزشکار مشهور چچن تمایف نیز به استعداد نوتکرار عبدالرزاق قایل گشته بود. ای خاندرم میمرم بگو برای چی؟ نگاه که عبدالرزاق ده بخدا. سلام علیکم برادرای عزیز، یه بار دیگه همتون ده خوش آمده به کانال ما صدام جان تیوی. شعرهای نار خیلی بود که در کانال ویدیو نبود چی گفتنیم در باره عبدالرزاق و امیده پرسایوا اگه ویدیو کردنیان ما همین عبدالرزاق چی بگم میگم که همین ناتوری زد رفت دنخ پانی همیخ اینال
من خدا یوتیوب امی تاجیکو یکم نمیرم عبدالرزاق میدونم اگه ایو چی ویدیو کردنیان چیکو کردنیان من نمیدونم گنده اینترس نیاکی در شما نمیدونم چقدر اینترس نیاکی چقدر ویدیو کردنیان